سلام دوستان، من کیمیا، مدرس زبان انگلیسی. اگه از فیلم آموزشی خوشتون اومد خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنین تا با فیلم های بعدی در خدمتتون باشم. Hello، سلام. Hello. Hello. Can I help you? Hello، سلام. Can I help you؟ میتونم کمکتون کنم؟ Can I؟ به لینکینگ دقت کنید. Can I نمیگه، به هم وصلش میکنه، میگه Can I؟ Can I go؟ میتونم برم؟ Can I help you؟ میتونم کمکتون کنم؟ Hello. Can I help you? Yes, please. I would like a loaf of white bread, a dozen eggs and milk. Yes please. بله لطفاً. I would like a loaf of white bread, a dozen eggs and milk. من یه قرص نان سفید میخوام، 12 عدد تخم مرغ و شیر. به این عبارت دقت کنید. I would like توی فروشگاه ها، کافی شاپ ها، رستوران ها استفاده میشه. زمانی که چیزی که نیاز دارین رو بیان میکنین، چیزی که میخواین رو با این عبارت بیان میکنین. I would like مخفف I would هست. I'd like. I would like. عبارت a loaf of white bread. کلمه bread به معنی نان غیر قابل شمارش هست. پس من قبلش میتونم از a loaf استفاده کنم. یه قرص نان و حرف اضافه of هست. A loaf of bread. یک قرص نان. دقت کنید زمانی که بخوام بگم دوتا نون، کلمه loaf که به معنی قرص نان هست، زمانی که بهش اس جمع اضافه میکنیم اف آخر تبدیل به وی میشه و بعد ای اس میگیره. 2 loaves of bread، 2 قرص نان. 3 loaves of bread، 3 قرص نان. A dozen eggs and milk، 12 عدد تخم مرغ و شیر. دقت کنید dozen یعنی 12 تایی. اگر خواستیم 6 تایی بگیم half a dozen. half یعنی نیمه، نصفه. حروف ال خونده نمیشه. half a dozen eggs. A dozen eggs and milk. Yes, please. I would like a loaf of white bread, a dozen eggs and milk. Sure. How much milk would you like? Sure. البته. How much milk would you like? How much milk would you like? خب دقت کنید. How much یعنی چه مقدار قبل از کلمات غیر قابل شمارش استفاده میشه. برای قابل شمارش از WH question how many استفاده میکنیم. غیر قابل شمارش how much استفاده میکنیم. چقدر شیر. How much water، چقدر آب. How much sugar، چقدر شکر. How much milk would you like؟ میبینید دوباره از این عبارت استفاده کرد چون اون خانم شیر میخواد و این آقا میگه خب چقدر شیر میخوای؟ Sure. How much milk would you like? I'd like 2 cartons of milk. I'd like 2 cartons of milk. 2 کارتون شیر میخوام. دقت کنید اینجا مخفف استفاده شده. I'd مخفف I would هست. I'd like 2 carton of milk. خب milk هم جزش اسامی غیر قابل شمارش هست، برای همین قبلش از carton استفاده شده. قشنگتره که من تی رو تلفظ نکنم توی این کلمه برای لهجه آمریکایی. carton. دقت کنید. cartons of milk. I'd like 2 cartons of milk. Okay. Anything else? Okay. Anything else؟ باشه. چیز دیگه هم هست؟ چیز دیگه میخوای؟ این عبارت هم خیلی پر استفاده هست. Anything else خیلی جا استفاده میشه. توی تمام فروشگاه میتونن استفاده کنن یا حتی توی صحبتاتون. چیز دیگه هم هست که بخوای بگی anything else؟ Okay. Anything else? Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. بله، یک جعبه، یک کیسه آرد کوچیک و یه بطری هم روغن. دقت کنید flour، oil اینا اسامی غیر قابل شمارش هستن، برای همین با جعبه ها اونا رو داره میشماره.
bag of معمولاً bag برای flower art استفاده میشه. bottle دابل تی د خونده میشه توی لهجه آمریکایی. bottle of oil یه بطری روغن. Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. What kind of oil would you like? What kind of oil would you like? چه نوع روغنی میخواین؟ میبینین توی تمام سوالهای این آقا would you like داره استفاده میکنه. What kind of یعنی نوع. What kind of oil چه نوع روغنی would you like شما میخواین. What kind of oil would you like? A small bottle of olive oil, please. A small bottle of olive oil please. یه بطری روغن زیتون کوچیک لطفاً. A small کوچیک bottle بطری of که حرف اضافه هست olive زیتون oil روغن. A small bottle of olive oil, please. Here you are. Will that be all? Here you are. بفرمایید خدمت شما. Will that be all؟ همش همین. will برای آینده استفاده میشه. Will that be all؟ همش همینه. تمام. Here you are. Will that be all? Yes, that's all. How much is it? Yes, that's all. بله همش همین. How much is it؟ برای قیمت از double H question how much استفاده میکنیم چون پول غیر قابل شمارش هست. How much is it؟ چند؟ قیمت چند؟ چقدر شد؟ Yes, that's all. How much is it? That's $23. That's $23. $23 میشه. علامت دلار معمولا قبل از عدد قرار میگیره توی نوشتاری. That's $23. Here you are. Here you are. بفرمایین. Here you are. And here is your receipt. And here is your receipt. و بفرمایین رسیدتون. اینم رسیدتون. کلمه آخر دقت کنید. receipt پی خونده نمیشه. receipt. And here is your receipt. Could you please give me a bag? Could you please give me a bag؟ میشه لطفاً یک کیسه به من بدین؟ به این عبارت دقت کنید. Could you please لینکینگ could you هست. Could you please میشه لطفاً. زمانی که از طرف مقابلتون یه درخواست دارین از این عبارت میتونین استفاده کنین. Could you please open the window؟ میشه لطفاً پنجره رو باز کنین. یه عبارت دیگه هم وجود داره Can you open the window؟ میتونی پنجره رو باز کنی. Can you غیر رسمی هست. Could you رسمی تر هست. Could you please give me a bag? Yes, of course. Here it is. Have a nice day. Yes, of course. بله البته. Here it is. بفرمایین. Have a nice day. روز خوبی داشته باشین. Yes, of course. Here it is. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. ممنونم. خدا نگهدار. Goodbye.